مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیمی میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه یک برنامه پشت پرده دیگه با شما امروز خوشحالم که زمان و فرصتی رسید که ما در رسانه پشت پرده یه مقدار راجع به خودمون صحبت بکنیم، یعنی من و شما با هم دیگه یه مقدار راجع به پشت پرده بهتون بگم، از رمز و رازهامون بهتون بگم. یه پیامم در فیلم که گفت اگه جرأت داری راجع به خودت بگو، راجع به خودمون میگیم. شما خیلی سال از من پرسیدید و یه دونه استوری هم گذاشته بودم، یه کوئسچن باکس گذاشتم و مردم گفتن اگه سوالی دارید راجع به من بپرسید. سوالات بسیار زیاده و این قسمت اول ویدیو من در خصوص رمز و رازهای رسانه پشت پرده هستش و قطعا چندین تا ویدیو دیگه هم ادامه خواهد داشت با تم‌های مختلف و نکات جالب و جذاب و باحالی راجع به پشت پرده و پشت صحنه پشت پرده به شما خواهم گفت. اینکه خیلی از من سوال میپرسن که آقا منابع رسانه پشت پرده کیان؟ اطلاعات سپاه، نمیدونم فلان سازمان امنیتیه، چجور تو این همه اطلاعات داری، چجور آمار داری؟ بهش پاسخ میدیم. قبلا هم پاسخ دادم کم و بیشا، ولی حالا یه مقداری مفصل‌تر بهتون پاسخ خواهم داد. آقا تو نمیدونم دوست دختر داری نداری، راجع به این توضیح بده. نمیدونم منابع تو چجوری پیدا میکنی، نمیترسی تهدیدت میکنن نمیکنن، چرا فعالیت سیاسی نمیکنی؟ خلاصه من سعی میکنم که هر چیزی که شما سوال پرسیدید و براش جواب خوب و باحال، نه قانع کننده، خوب و باحال داشته باشم بهتون بدم که امروز تو طول این ویدیو بهشون پاسخ خواهیم داد. به حال یه نگاهی بیرون مردم نسبت به من دارن، حالا اونایی که از نزدیک منو میشناسن ازشون فرق میکنه، اما یه سری آدم ها نمیدونم از من میترسن، میگن اوه نکنه یارو ما رو افشا بکنه، نکنه راجع به ما پشت پرده بگه، نکنه آبرو ما رو ببره. عموما انسان ها دو دستن، آدم هایی که واقعا معروفن و آدم هایی که توهم معروفیت دارن. ببینید همه آدم ها محترمن ها، همه آدم ها قابل احترامن، خدای نکرده قصد تویی نیست، اما یه نفری که مثلا 100 تا دونه، 200 تا دونه، 500 تا دونه، 1000 تا، 2000 تا، 10000 تا دونه فالوور داره، آخه برادر من، خواهر من، قربونت برم، من اگه بخوام راجع به تو صحبت بکنم تویی که استرس میگیری، یه جا منو میبینم مثلا تو میگه برادر من، خواهر من، میخوام راجع به تو افشاگری بکنم، تو بعد به من کلی پول بدی من راجع به تو صحبت بکنم، چون تو معروف میشی من راجع به تو صحبت بکنم. تعارف نداریم، با همه احترامی که برات قائلم یه مقداری این توهمه رو بذارید کنار. میبینم دیگه مثلا قدیما میرفتم تو کلاپاس میگفتن یا ابوالفضل امین فردین اومد تو این روم، مثلا تو احترام براتون قائلم، اما خب حالا مثلا کی مثلا من راجع به افشاگری بکنم؟ راجع به سلبریتی هم همینطور. حالا من تو طول این ویدیو به مرور برای شما توضیح میدم که اصلا ما وقتی یه سوژه میاد چجوری این سوژه پایش میشه، پخته میشه، راستی آزمایی میشه و بعد از اون ما میایم تو رسانه پشت پرده راجع به صحبت میکنیم. خیلی فکر میکنن که مثلا من اینجا یه دوربین گذاشتم، نمیدونم یه دوربینم گذاشتم اینجا، نشستم جلوی مردم، هر آن چیزی که شروور هست به مردم میگم، کنتورم نمیندازه. نه اینجوری نیست. ما اگر توضیح رو میدیم، اگر ما صحبتی رو راجبش میکنیم، شما قطعا بدونید که راجبش سندی وجود داره و مدرکی. اما موضوعی که تو مخ خیلی‌ها و چه من صدا هم گرفته، البته یه پرانتز هم باز بکنم که این بار دوم من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. بار اول ضبط کردم یه نویزی تو صدا بود، ویدیو رو هم حتی آپلود کردم تو یوتیوب، دیدم نویز داره، ویدیو رو حذف کردم دوباره. الان دارم ویدیو رو براتون ضبط میکنم، حتی بهتر هم شد دیگه. خیلی چیزایی که تو ویدیو اولی یادم رفته بود بگم، حالا سعی میکنم بگم، با این نکته که این ویدیو چند قسمت دیگه هم خواهد داشت. حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید و برای من کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. من حتما نظری که به درد بخوره و بشه راجبشون یه جواب خوب و باحال داد بهتون پاسخ خواهم داد، اگه سوالی هم داشته باشید. اولش اینه که میگن آقا تو میگی امین فردین به همراه تیمم، گوزو تو کی که تیمت کی باشه؟ اینجوری میگن یه ادعا، قشنگ همینجوری بدون تعارف. انقدر من راجع به بقیه اینطوری صحبت میکنم، بذار راجع خودم صحبت کنم دیگه، اشکالی نداره که من به اینون میگم گوزو فلانه، بذار خودم هم بگم. میگن یه سوزن به خودت بزن بعد 10 تا به بقیه. ببین من با خودم هم تعارف نمیکنم. قربونتون برم. وقتی من میگم تیمم، این منبع اینا میگم که منبع من کیا. انتظار نداشته باشید که الان 20 نفر اینجا
اینجا باشن، نمیدونم یکی این دوربین رو داره الان مثلا مدیریت میکنه، یکی مثلا داره این دوربین رو مدیریت میکنه، بعد دوباره سویچ میکنه روی این، بعد اینجوری دو دوربینه میشه. نه این خبرها نیست. تمام این تجهیزاتی که اینجا دارید میبینید با توجه با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای بروز دنیا توسط خود من داره اپراتوری میشه و حالا بعضی وقتا دوستای منم به من کمک میکنن و اینا. یه دستگاه دارم، یکیشون حالا بهتون نشون میدم، بعدن یه ویدیو بهتون نشون میدم راجع به پشت صحنه، پشت پرده، که ببینید چه امکاناتی داره. یکی از حرفه‌ای ترین من امکانات استودیویی رو دارم بین یوتیوبرها، خدا رو هم شاکرم. اما روز اول که اینطوری نبود. ما روز اول از یک موبایل لپتاپ توی یه دونه اتاق درب و داغون برنامه پشت پرده رو شروع کردیم و این دلی شروع شد برنامه پشت پرده و اسپانسرم هم کیف پول خودم بود نه کسی دیگه. ببین یه دستگاه باحال دارم، اینو حالا بهتون نشون بدم، امیدوارم بتونم. این دستگاه است، خب اسمش استیم دکه، یعنی یه دستگاهی که بیشتر گیمرها ازش استفاده میکنن و این حالا پایه داره. اما حالا من اینجا بهتون نشون، مثلا من این دکمه رو اگر بزنم، خب تصویر از این دوربین سویچ میشه رو دوربین شماره 2. نگاه کنید الان اومد اینجا. دوباره اگر همین دکمه رو من بزنم سویچ میشه روی دکمه شماره 1. اگر این یکی دکمه رو بزنم همزمان دو تا دوربین، که البته این دوربینم حالا میتونم سیم داره به خاطر همین خیلی نمیتونم بیارمش بالا، بعد دوباره میتونم برش گردونم. یا مثلا اگر من این دکمه رو بزنم زیرنویس اینجا اعمال میشه، یا خیلی کارهای دیگه داره. اولوش مثلا 200 تا فرمان میشه بهش داد به راحتی آب خوردن و یه دستگاه کاملا حرفه‌ای. بیشتر گیمرها ازش استفاده میکنن. این یکی از دستگاه‌ست. دو تا دستگاه دیگه این ورم دارم. دو تا مانیتور اینجا هستش، یه مانیتور روبرومه که دارم شما رو میبینم و استودیو حرفه‌ای. زیر پام پدال دارم دو تا، مثل پدال گاز و ترمز. حالا خیلی امکاناتش رو لو نمیدم که بعدن که یه ویدیو گرفتم از پشت صحنه پشت پرده ببینید که چقدر امکانات جاست. ببین الان من اینجا بزنم سویچ میکنه روی این دوربین و میتونم با دوربین دوم با شما صحبت بکنم. قابلیت لایو داره استودیو من و اینکه مثل یک اتاق فرمان یک تلویزیون امکاناتش از تلویزیون ایران حداقلش بیشتره و خدا رو هم شاکرم که تونستم این استودیوی حرفه‌ای و باحال رو که از جهت امکانات روز دنیا هم داره استفاده میکنه برای شما برنامه تولید بکنم. مثلا من اینجا دکمه رو که زدم صدا اکو شده، اگر ما خیلی همش میتونه لایو اینجا اتفاق بیفته و از امکانات مثلا میتونم بوق بذارم روی صدام یا از این دست خیلی کارا میشه کرد. حالا یه قسمتیشه و وقتی من میگم من و تیم من آدمایی نیستن که الان بخوام این کارا رو برای من انجام بدم. همه اینا رو من خودم تنهایی انجام میدم. یعنی یه ویدیو وقتی میخواد ضبط بشه 0 تا 100ش به وسیله خودم و 2 تا دست و 2 تا پام همزمان کار میکنه. یعنی من زیر میزم به شما نشون میدم انواع پدال ها، دکمه ها، این ورم همه جا کار میکنه و من 50% تمرکزم رو دیتاهایی که به شما میدم، 50%ش روی آنالیز کردن و ران کردن ویدیو برای شما. البته دیگه برای من عادی شده، یعنی انقدر تو طول این سالها دیگه ضبط کردم دیگه برام راحت تر شده و خیلی راحت تر میتونم این کار رو انجام بدم. یعنی یکی میاد وقتی استودیو منو میبینه دیوونه میشه، میگه اوه اصلا این معلوم نیست انقدر امکاناتی که اینجا هستش. ولی خب بدونید که این امکانات همش به خاطر این هستش که کیفیت برنامه من لحاظ تصویری بیشتر بالا بره. البته من معتقدم که امکانات دوربینی قسمت کوچیکی از یک برنامه اینترنتی حالا یا تلویزیونی هستش. به نظر من اون دیتاهایی که ما میدیم، صداقت آدم ها، نوع گفتار آدم ها، میزان صادق بودنشون با مخاطب، ارتباطشون با مخاطب خیلی بیشتر از این امکانات به نظر من مهم هستش. و دکمه بزنم بیام روی این دوربین ببینید، دکمه زیر نویسم بزنم، همین اتفاقات توسط خودم. اون صداقت با مخاطب، راحت بودن با مخاطب. اگه دقتم کرده باشید من بعضا توپقم که میزنم ویدیو رو کات نمیکنم. خیلی سعی میکنم که راحت، همتون رفیقای منید و دارم انگار برای رفیقای خودم این موضوعات و اتفاقات رو در قالب یک موضوع پشت پرده، البته با رعایت کردن استانداردهای خبرنگاری ضبط میکنم. شاید خیلیاتون ندونید و اون ظاهر ترسناک منو ببینید، اما من توی ایران که بودم
خبرنگار صدا و سیما بودم، برای تلویزیون ایران کار کردم، بارها و بارها تو جشنواره‌های مختلف صدا و سیما رتبه برترین خبرنگار کل کشور رو به دست آوردم. کسایی که تو صدا و سیما کار میکنن این قضیه رو نمیتونن کتمان بکنن. تو جشنواره‌های مختلف بودم، چندین تا کتاب من نوشتم. شاید خیلیاتون باورتون نشه، فکر میکنید مثلا من یه شاخ مجازی بودم. نه، من کتاب تو ایران نوشتم، روزی چند ساعت مطالعه میکنم. ولی مثلا راجع به خیلی از موضوعات شاید به خاطر حالا نداشتن سواد نسبت به اون موضوع وارد نمیشم. مثلا موضوعات سیاسی، حالا جلوتر به موضوعات سیاسی میپردازیم. اول برسیم به یکی از سوالات شما که منبع شما کیه. تو با اطلاعات، تو این چیزایی که میگی خیلی خفنه، چیزایی که به من میگن، اینا رو حتما اطلاعات به تو میده، اینا رو حتما سپاه به تو میگه، اینا رو حتما فلانجا به تو میگه، اینا رو اصلا اینا رو کسی نداره که تو اصلا اومدی که سلبریتی ها رو خراب کنی. اینا مثلا چیزایی که من میخونم دیگه. امین فردین هم مثل بقیه است، نمیدونم همشون جواب بدم توی ویدیو. حالا میتونم حتی یه کار باحال بکنم برای مثال. حالا معمولا ببینید کسی این کارو نمیکنه، خب من ولی شجاعتش رو دارم و این کار رو انجام میدم و میام و توی ویدیوهای مختلف سعی میکنم که این موضوعات رو مطرح بکنم. یکی از موضوعاتی که مثلا خیلی اتفاق میفته، توییت هایی هستش که میزنن اسم ما رو هم میارن، از منبع ما استفاده میکنن، میان تایم میذارن. خب ببین مثلا این یکیش بوده که 31، ببین یک دکمه دیگه بزنم عشق کنید، یا کن اینه که بزنم تصویر دوتا میشه. اینا همه حالا میتونم از این حالت هم مثلا خارجش بکنم، بیارمش این گوشه صفحه. اینا همه این کاری که من انجام میدم به واسطه پدال هایی که زیر پامه و امکاناتی که روی میز دارم. اما مثلا یکی از توییت ها بوده، ببینید گفته تقدیم به اسهال طلبان حکومتی، پسر عارف در حال وایس دادن به دختر مردم. هدف من از این توییت دو پیامه: یک، اصلاح طلبها کثیف هستن; دو، امین فردین به احتمال 80% با دستگاه امنیتی مرتبط. حالا ایشون کیه؟ پیج فیک، اسم فیک، هویت فیک، اسم خودش هم گذاشته نویسنده و فعال. این یک نمونهش. خب خیلی مثلا انتقادایی که به من میشه، خب بیشتر حالا یکم اینجا اون انتقادایی که حالا سنگین اتفاق میفته، اسم فیک، نمیدونم هویت فیک، چیز فیک. نمیدونم، والا من سعی میکنم که نفوذیه، اطلاعاتیه، کمونیست، نمیدونم موضوع صادراتی رژیم، اقسام این چیزا گفته میشه، بخونید خودتون اینا. حالا با توضیحاتی که من امروز تو طول این ویدیو به شما میدم، خب میتونید خودتون متوجه بشید. اما منبع من، ببینید وقتی من میگم امین فردین به همراه تیمم، خود شما مردم مهمترین تیم منید. یعنی خیلی از بازیگرها، سلبریتی ها و آدمای معروف و مشهور، آدمهای نزدیک بهشون، آمار و اطلاعات و این افراد عکساشون و فیلماشون رو به دست من میرسونن و من بعد از پایش و راستی آزمایی این اطلاعات رو پخش میکنم، با این پرانتز و این نکته که پرانتزم باز بکنم، این که همیشه و 100% منبع پنهان میمونه از دید من. یعنی به هیچ عنوان هیچ کسی، حتی صمیمی ترین دوست من هم نمیدونه که مثلا این عکسو زن طرف، شوهر طرف، دوست طرف یا رفیق طرف من داده. چرا؟ چون اگر لو بره منبع من، برای اون آدم اولین نفر دردسر ایجاد میشه و دیگه آدم‌های دیگه به من اعتماد نمی‌کنن که بخوام بیام به من خبرای آماری رو بدم. میگن او الان ما رو میبره بالا درخت. این نکته اول. نکته دوم که اصلا این طبق قوانین ژورنالیستی هم هست که شما اگر یه منبعی داری، یه کسی رو داری، نباید راجع بهش بیای صحبت بکنی. اصلا قانونه. یعنی هیچ کسی
نمیتونه منو زیر یک اجباری قرار بده که من منبعمو لو بدم، که منبع خبری من چه شخصیه و چه جایگاهی داره یا اصطلاحاً کجاه. اینها نکاتیه که من همیشه برای منابع خبری خودم رعایت میکنم و سعی میکنم که توی رسانه پشت پرده در طول این سالها بهش پایبند باشم. به خاطر همینه که اطلاعات دست اول رو بسیاری از نزدیکان سلبریتی ها و افراد پرنفوذی که به این افراد نفوذ دارن به دست من میرسونن و منابعی هستش که من بعد از پایش و راستی آزمایی پخش میکنم. این نکته هم بگم، یعنی شما فکر نکنید که هر چیزی دست من میرسه من مثل آدمای حشر افشاگری بیام راجبشون صحبت بکنم، چون آدم‌ها فکر میکنن من نشستم جلوی دوربین و دارم پرده دری میکنم، دارم آبروریزی میکنم، دارم آبروی افراد رو میبرم. نه، اینجوری نیست. اولا اینکه آبروی هر کسی دست خودشه به واسطه اعمال رفتاری که انجام میده. دو، سلبریتی ها زندگی شخصی ندارن، به خاطر اینکه توی مردم زندگی میکنن، اصلا به خاطر اینکه توی مردم بهشون میگن سلبریتی، وگرنه ما بهشون میگفتیم عباطی ساز و سگینه سبز فروش. این نکته دوم. نکته سوم این که من اگر این خیلی نکته مهمیه، گوش بدید راجبش. اگه 100% اطلاعات راجع به شخص داشته باشم، فقط 10% کمجون اون اطلاعات رو افشاگری میکنم. یعنی نمیام خیلی، یعنی اگه از طرف 2 تا عکس معمولی، 2 تا عکس نمیدونم مثبت 18 فیلم داشته باشم، اگه این 3 تا رو داشته باشم هیچ، همه رو میذارم کنار، فقط راجع به طرف دیتا و آمار میدم. نه عکس معمولی رو پخش میکنم، نه عکس با دختره، نه. ببینید چقدر دوزه میره بالاتر که معمولیش میشه اون عکسه، معمولیش میشه مثلا رقص اون آدمه لو رفته مثلا. چرا این کارو میکنم؟ دلیل خیلی مهمی هم داره. یعنی اینکه من این کار رو انجام میدم، شما فکر من یه رصدی هم بکنم اینجا ببینم اوضاع احوال ویدیویی که ضبط کردیم چجوریه و همه چیز داره توش به خوبی پیش میره یا نه. بله. چرا این کار رو انجام میدم؟ دلیلش هم خیلی واضح است. به خاطر اینکه من خوب میدونم اون سیستم چه سیستم امنیتی عجیب و غریبی داره و ممکنه که اگر من یه افشاگری با دوز بالا انجام بدم، اون آدم نونش بریده بشه، یا ممنوع کار بشه یا ممنوع تصویر بشه. اما تا این لحظه‌ای که من این ویدیو دارم برای شما ثبت میکنم و ضبط میکنم، شما نمیتونید برای من یک دونه مثال بیارید. خیلی از سلبریتی‌ها ویدیوهای منو میبینن، میتونن من پیام بدن. نمیتونید یه نفر رو برام پیدا کنید که با افشاگری من ممنوع کار، ممنوع تصویر و ممنوع فعالیت شده باشه. حتی یک نمونه. به خاطر اینکه من دوز افشاگریامو میدونم و البته سیاست‌های اون سیستم و حکومت هم میدونم. اون سیستم و حکومت دوست داره که فساد و فحشا در سیستم اداری و در سیستم فرهنگی و سینماییش باشه. دوست داره که حتی ارتباط بین بازیگرها و تهیه کننده ها لحاظ روابط اینجوری باشه. چرا؟ جوابش ساده است. اگر سیستم سینمایی، اگر سلبریتی ها در یک فضای صاف و سالم و شفاف در راه امام و انقلاب و اسلام فعالیت بکنن و معروف و مشهور بشن، تبدیل به یک بت میشن و اگر ازشون نقطه ضعفی نداشته باشن، نمیتونن افسارشون رو تو دستشون بگیرن. شما فکر میکنید از محمد رضا گلزار، از امین حیایی، مثال دم دستی بود حقیقت براتون زدم، از فوتبالیستا، اینا کم فیلم و عکس دارن؟ هرچی من داشتم و دارم 1000 برابرش اونا دارن. اصلا شک نکنید به این قضیه. هر چیشو من دارم 1000 برابرش اونا دارن. ولی اونا ازش چه استفاده میکنن؟ اگر این آدمه از مسیرش خارج شد، اگر رفت در یک سمتی که در جلوی اون سیستم حاکمیت بود، صداش میزنم میگم بیا این فیلم سوپره، تا این فیلم، تا این چت، تا برو دنبال بازی. پس اون فساد و فحشا رو میخوان باشه که بتونن این افراد رو کنترل بکنن.
دیگه اون لالواش یه ذرهش که میزنه بیرون میرسه دست ما، تعدیگش دست من میرسه دوستان. قبلش رو اینا زدن، چلوش رو زدن، گوشتش رو زدن، نمیدونم فاتحش هم فرستادن، یه تهدیگ ریزیش رسیده دست ما، من افشاگری میکنم راجبش. دیگه در میره از دستشون که میرسه به من. پس اون سیستم و اون حاکمیت از این افراد با اون مدارکی که داره برای کنترل هدایتشون استفاده میکنه. حالا این وسط منم دارم افشاگری میکنم، میدونید چی میشنوم؟ طرف میگه که تو خوابت میبره شب، تو به کارما اعتقاد داری، تو به این چیزا اعتقاد داری که آبروی افراد مره. قربونت برم، من خودم کارما هم، من کارمای اون آدمام، دنبال کارما میگردی. بعد مگه شما همون آدمایی نبودید که میگفتید آقا یکی پیدا بشه دست اینا رو بکنه، یکی پیدا بشه راجع به اینا صحبت بکنه، یکی پیدا بشه حالا یکی که پیدا شده شما مشکل داری باش؟ مشکل داری؟ نه ببین، ما آدما توی مملکتی هستیم که دیدیم دیگه سیستممون که یعنی تقصیر خودمون نیست، خاکمون اسکل خیزه، یعنی اون مملکت یعنی پرورش میده. بعد تو فضای مجازی هم خیلی خوب رشد میکنه. یعنی شما اکسپلورر رو که باز بکنی، خب یارو میگه مشتبه قطعش کن، چه کار میکنی، چیکار من، یعنی هر چقدر شما لودگی بکنی، هر چقدر شما مسخره بازی بکنی، هر چقدر شما بسم الله الرحمن الرحیم عشق چطورید، هر چقدر شما بی‌بندوباری بکنی، شست پاتو بخورم همه هزینه‌ات برا من، هر چقدر شما کثافتکاری بکنی، ترکیبی دارم مثالای پر ترندشو برای شما میزنم. شما هر چقدر بی لول تر باشی، هر چقدر بی بندوبارتر باشی، هر چقدر که فاسدتر و کثیف‌تر باشی، در فضای مجازی داخل ایران معروفتر و مشهورتر میشی، دیده میشی، بعدش هم دیگه خدا رو بنده نیستی. ولی وقتی ما میام راجع به این افراد افشاگری میکنیم میشه پرده دری. نه از من یه قانونی دارم، میگم که اگه یکی جلوی من هر کاری کرد، کشید، خورد، کرد، برد جلوی من، به هیچ عنوان راجبش صحبت نمیکنم. دلیلم هم دارم، به خاطر اینکه اولا اینکه من اعتبار خودم رو بیشتر از بقیه دوست دارم. میگم طرف جلوی من اگه یه غلطی کرده به من اعتماد کرده، این کاری کرده، من اعتمادم رو خراب نمیکنم نسبت به اون آدم. این نکته اول. حالا رفت اون پشت یه حرکتی زد، بعد اومد جلوی دوربین ادعا کرد که نه من آدم پاکیم، من اصلا این صحبت‌ها رو ندارم، من اصلا آدم با خدایم. اونجاست که من راجبش افشاگری میکنم. آقای سلبریتی که میاد میگه آقا من شب تا صبح با نماز زندگی میکنم، همین دیشب مثلا اومده پای جلو دوربین، همین دیشب تا صبح نماز خوندم. قربونت برم، من شب تا صبحش که میدونم پیش دختره بودی. و این ریا رو میکنه و با این ریا میخواد به یه جایگاهی برسه که از اون جایگاهی سوء استفاده بکنه. اون تو پاچه من نمیره و من اصلا نمیتونم راجبش سکوت بکنم و بعد راجبش افشاگری کنم. پس خط قرمز من میشن آدم هایی که دارن ریا میکنن. و هر چی شما راجب آدم ها میبینید من در راجبشون افشاگری میکنم، من دروازه‌بانی میکنم که اینا با خاک یکسان نشن. حتی بعضی وقتا فیلم عکساشون هم پخش نمیکنم، میخوام یه تلنگری بخورم. ببین من که این ادعا رو ندارم همه آدما باید پاک باشن، به اجبارم نباید آدما پاک باشن، اما وقتی من میتونم از رسانم استفاده بکنم تا جلوی دزدیه رو بگیرم، جلوی فساده رو بگیرم و یه تلنگری به آدما بزنم، این کار رو انجام میدم. چرا این کار رو انجام ندم؟ اما میرسیم به یه سوال دیگه. خیلی از دوستان میپرسن که چرا راجع به موضوعات سیاسی صحبت نمی‌کنیم. این موضوعات سیاسی زوایای مختلفی داره و این میکروفون منم نیافته. زوایای مختلفی داره این موضوع سیاسی و راجع به موضوعات سیاسی میشه از زوایای مختلف صحبت کرد. و من همیشه تو همه ویدیوام گفتم موضوعات سیاسی سواد میخواد دوستان. من سوادشو ندارم، ولی روک با دو دوربینم میگم هم توی این هم توی. آقا من سواد سیاسی ندارم. چرا؟ چون یه کسایی یه سری جاها یه جورایی یه دیلایی کردن با هم دیگه که اصلا پشمات میریزه.
سیاست هم که قربونش برم بی پدر و مادر، یعنی آدمایی هستن که خودشونو لیدرهای سیاسی میدونن اما وصلا به سیستم حکومت و از اون سیستم حقوق میگیرن، نمیدونم بودجه میگیرن. من خیلی سعی نمی کنم که راجع به این موضوعاتی که این آدم ها صحبت میکنن صحبت بکنم. حتی جالب هم هست مثلا طرف اومده میاد میشینه کنار من، میتونم براتون هزاران نفر آدم رو مثال بزنم، شما هم دیدید دیگه، میشینه شروع میکنه از خامنه‌ای فوش دادن به سپاه و بسیج و آخوند و نمیدونم فلان و اسلام، به همه فوش میده بغل دست من. طرف چجوری اومده؟ پناهندگی هم اومده آلمان. آقا امروز به فردا وقتی پاسپورتشو میگیره، حالا فرقی نمیکنه آلمان باشه، انگلیس باشه، هلند باشه، بلژیک باشه، فرانسه باشه، استرالیا باشه، کانادا باشه یا امریکا باشه، امروز به فردا وقتی پاسپورتشو میگیره شبونه بلیت میگیره پرواز میکنه میره ایران، استوری میذاره عشقا جیگر رو زدم کلب چه ایرانو ببین، شروع میکنه غذا رو زدن و دختربازیشو کردن و همه کاراشو کردن و کثافتکاریاشو کردن، بعد برمیگرده میاد ریدم توی آخوندم، ریدم توی سیستم، گو گرفته تو مملکت فلان اینا، یه دوتا ویدیو بساز دوتا فوش بده آخونده چونکش گوزو. خودت بلند شو برو یه کانال یوتیوبی بزن، یه پیج اینستاگرام بزن، فوش بده به آخونده. چه ایران رفتنت به مشکل میخوره؟ منفعتت به خطر میفته. ببین این سیستم آدما اینجوری، یعنی میام میگم بیرون لنگ، بیرون لنگش اومد بزنی، بیرون گل لنگش کن. آقا تو که انقدر قشنگ حرف میزنی، خوب بلدی دنده بدی، دنده بده به خودت، به جلوی دوربین صحبت بکن، یه قدمی هم در جهت آزادی ایران وردار. سیاسی ها رو که قربونش برم که نگم براتون، این حالا اونا هم که اینجا سیاسی هن، یعنی 100 نفرشون که میخوام جای خامنه ای بشینن، 90 نفرشون میخوان رئیس صدا و سیما بشن، یعنی هر کسی که حالا اینور میبینی یه سری فعالیت رسانه‌ای کرده میخواد رئیس صدا و سیما بشه. بقیه‌شون هم 4 تا وزارت و کمیته و نمیدونم برای خودشون کابینه تشکیل دادن. اینا تشنه‌های قدرتن، اینا آدمایین نشستن اینور میگن جوانان انقلابی ایران لطف کنید برید تو خیابون‌ها بزنید، بکشید مامورا رو، بزنید کوکتل بزنید، مولوتوف بزنید، توف بزنید تو صورتشون حالا طرف تو ایران تیر خورد، کشتنش، دهنش افتادن تو زندان که به یه ور این آدمه نیست که. بعد بیا حرف هم بزنی انقلاب کردن هزینه داره، دوستان و جوانان شجاع ایرانی دارن هزینه میکنن که ما بیایم اونجا قدرت رو بگیریم دو دست و اون راه دزدی آخوندها رو ادامه بدیم، بخوریم اون بسابیم اون بچاپیم اون ببریم، چون که الانی که تو خارج از کشورن یه شفافیت مالی ندارن دوستان، هیچ کدومشون نمیان شفاف بگن آقا پولشون از کجا در میارن. پس نتیجتاً من یه نتیجه میگیرم راجع به خودم که من تا وارد موضوعات سیاسی نشم سوادش ندارم، وگرنه تا جایی که تونستم ورود کردم به موضوعات سیاسی ها. میگم ورود نکردم چون ممکنه بگه تو که خایک نه مرد است، من الان یک کشور دنبالم بوده، اینترپل هم زده بود، میگه جرئت نداره دیگه، ما دیگه آب از سرمون گذشت. ولی باید اطلاعات درست و منطقی به مردم بدی، مردم آگاهن، مردم میفهمن. من سعی میکنم که سوژه‌ای رو انتخاب بکنم که مقدار لحاظ فرهنگی بیشتر بخوره به مردم. سیاسی‌ها رو کسی دیگه هستن، آقا دوستان باسوادتری هستن میتونن سوژه‌های سیاسی رو مطرح بکنن و استفاده، ما هم از اونها هم استفاده میکنیم و سواد سیاسی خودمون رو تا جایی که حد امکان راه داشته باشیم میبریم بالا. مسیر سیاسی برای این دوستان باز گذاشتیم، اما اگر سیاسی اومد و یه دست از پا خطا کرد، من سعی میکنم که راجبش افشاگری بکنم، بعضا هم کردم در طول این سالها و راجب این افراد افشاگری کردم و خواهم هم کرد. اما این دلیل برای نمیشه که من بخوام بیام راجب چیزی که تخصص ندارم، راجب چیزی که نمیدونم به مردم خبر بدم، به مردم امید بدم و برای مردم الکی افشاگری کنم. این نکته. و نکته بعدی این که ببینید من هیچ سوژه هایی که میاد برام، من دیدم دیگه خیلی مثلا برای من کلی سند میفرستن، مدرک میفرستن، اگرم میخواد برای من بفرستید ببین من اینجا بزنم، این آیدی اینستاگرام منه، به همین آیدی یعنی امین فردین آیدی تلگرام منم هست، میتونید به من پیام بدید تو تلگرام اگر سندی دارید، یعنی خیالتون راحت باشه که منبع حفظ میشه و من هیچ جا
نخواهم گفت، ولی بعضیا مثلا به من میگن آقا چرا راجع به فلان موضوع افشاگری نمی‌کنی؟ من سندشو برات فرستادم، یا مثلا این همه سند رسیده راجع به ببین موضوعات زمان لازم دارن و من باید یه زمانی رو بگذرونم که اون موضوع رو پایش بکنم. و بعضی وقتا هم ببینید من خیلی مراقبم که پله و آسانسور یه عده برای سوء استفاده هاشون نشم. مثلا طرف میاد به فلان سلبریتی پیام میده، میگه ببین اگر راجع به فلان موضوع مثلا با من دیل نکنی، فیلم و عکسایی که ازت دارم میدم امین فردین پخش بکنه. اولا من ابزار این آدما نیستم و هیچ وقت هم نمیام یه رفتاری رو بکنم که باعث بشم که بشم اهرام فشار یه آدم. یعنی اگه دیتایی هم به من بده، من پایش میکنم، جوری پخش میکنم که به اون آدم حدالامکان آسیب نرسه، آگاه بشه، شفاف بشه، یه تلنگر بخوره اما نابود نشه. و به خاطر همین بعد وایسید که زمانی اتفاق برسه که من طبق اون زمان سعی بکنم که راجع به اون سوژه صحبت بکنم. سوالاتتون زیاده، من سعی میکنم که توی قسمت‌های مختلف بیام و راجع بهشون صحبت بکنم. مثلا اینکه ما به زودی قرار تلویزیون تأسیس بکنیم، نمیدونم بیزینس‌های من چیا هستش، من یه دونه مثلا شرکت دارم، کارهای مختلف میکنم، سوالای این تیپی من زیاد شنیدم دارم. ما بهتون چجوری همکاری بکنیم؟ من گفتم دیگه به زودی هم یه دونه تلویزیون تأسیس میکنم و یه دونه شو تلویزیون هم دارم میسازم که خیلی شو تلویزیون خفن و باحالی هستش و دوستای خوبی کنار منم و منو همراهی میکنن و قراره که اتفاقات خوبی رو با هم دیگه رقم بزنیم و حسابی شما رو سرگرم بکنیم. پشت صحنه‌های پشت پرده رو خواهم گفت تو طول ویدیوهای دیگه. حتما برای من کامنت بذارید، نظر بدید و برای دوستان خودتون اگه دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید. من میخونم کامنت های شما رو توی ویدیو بعدی. سعی میکنم که دایرکتاتون هم برای مردم بخونم، یعنی لایو بذارم، لایو دایرکتاتون رو بخونم برای دیگران، ببین چه دایرکتایی به من میدید. اصلا مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید، ممنون از شما. حتما منتظر قسمت‌های دوم و سوم راز و رمزهای رسانه پشت پرده باشید. چکرم.